عشق یعنی رسول خدا. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در لحظه های آخر عمر شریفش بود و عزرائیل آمد تا جان مبارکش را بگیرد، با دردهایی که بر وجودش می نشست زیر لب پرسید: ای عزرائیل، امت من هم همین سختی را می کشند؟ عزرائیل گفت: بله ای رسول خدا. پیامبر گریه کرد و فرمود: پس همه این سختی ها را بر من قرار بده، من طاقت رنج امت خود را ندارم. عشق یعنی حضرت محمد. آن شبی که تا سحر به سجده افتاد و فقط یک جمله گفت: خدایا امت من، امت من. عشق یعنی رسول خدا روزی که گفت: هر کس مرا دوست دارد مرا در روز قیامت کنار خود خواهد دید، و باز هم دلش برای امت می‌تپید. و عشق یعنی پیامبری که حتی در آخرین لحظات هم به فکر ما بود، پیامبری که درد کشید تا ما آرامتر باشیم، پیامبری که هنوز هم میگوید: امتی، امتی. این است عشق رسول خدا صلی الله علیه و سلم، عشقی که هیچ وقت تمام نمی شود.